جایزه محیط زیستی تقی ابتکار به ایستگاه 19 رسید. شامگاه 14 اسفند ماه 1402 مراسم پایانی این جایزه برگزار شد. فعالان و نهادهای حامی محیط زیست، پیشکسوتان، اهالی رسانه و اساتید این حوزه در این مراسم حضور داشتند. جایزه تقی ابتکار هر ساله با هدف پاسداشت از پژوهشگران و تلاشگران عرصه حفاظت از محیط زیست برگزار می شود. این 19مین سالی بود که مرکز صلح و محیط زیست آن را برگزار کرد. این دوره واقعا ما شرکت کنندگان خیلی خوبی داشتیم. خیلی کار، من شاهد بودم، خیلی کار هیئت داوران سخت بود. انتخاب بین افراد خیلی دشوار بود، چون واقعا کسایی که شرکت کرده بودن همشون تلاش کرده بودن، همشون کارهای بسیار عالی مثلا تو زمینه‌ای مثل مشارکت اجتماعی، کار تو روستاها، کار با مردم در زمینه